جناب ابن عباس برادران عزیز رضی الله عنهما میارد که حدیث ابو داود است. گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبرمان گفته بود است من لزم استغفار او من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا و من كل هم فرجا و رزقه من حيث لا يحتسب. برادران عزیز، الحمدلله که چه یک مهربانی الله بر مؤمن است. ما بسیار یک با یک کارها یک راههای بسیار سبقتی برادرای عزیز بسیار چیزهای مهم را، خیلی چیزهای وزنی را گرفته میتونیم. ببینین میگه هر کسی که اگر همین طلب مغفرت را برای خودش لازم میگرداند، یعنی دائم همین مشغولی استغفاره، دائم یعنی دائم ذکرش بگیم، در جای ذکرم دارد و اینم از اونهای ذکر است. در عوض این میگه هر کسی که اگر برای خودش لازم بگرداند، ضرور بداند که هر روز باید من چگونه پیغمبر نازنینم 70 بار تا 100 بار طلب مغفرت میکرد، منم باید هر روز کمی در کم 70 بار بالاتر تا 100 بار هر روز باید ما ایرا برادران عزیز و گرامی. ولی در ذکر سحر و بیگاهی من چگونه که در سوال و جواب پیشینم گفتم، همین استغفرالله 100 بار سحر است، استغفرالله 100 بار بیگاه است. هر کسی که اگر امیر انجام تید، خداوند با او چی میتد؟ میگن من کل ضیق مخرج. میگه هر یک پرابلمی که بگیم داری، هر یک کاری که ترد بسیار در تشویش گذاشتگی ای برادرای عزیز، بسیار یک مقصد داری که دائم در آرزوی برآمدن شیو، لیکن تا حال حلش نیافته است. میگه یکم چیزی که الله مهربان در عوض همین طلب مغفرت به شما میتید، از هر یک انامون مشکلات، سختی، تشویشی که است ترا میبراره. یک سه چیز میتد. دوم و من کل هم فرجا، چی غمی که داری برادر عزیز، خواه غم دنیایی داری خواه غم اخروی داری، ایرا حتما استغفرالله یا گویم طلب مغفرت غمهای ترا به خرسندی مبدل میکنه. و سیوم و رزقه من حیث لا یحتسب، الله مهربان میگه در عوض این من برای تو در رزق و روزی را میکشم که در گمانت نیست. یعنی از جای برای تو من رزق میرسانم که حتی تو منتظر همون نبودی، حتی در ذهنت نبود که من مقصد این کاری مرا این کارو کشاده می شود یا من دنبال همین کاری میشم و صاحب این قدر امکانات و شرایط میشم. ایرم کی پیدا می شود؟ وقتی برادر عزیز که شما اگر از این کلمه زیبا استفاده برید. من انشاءالله 5 نمود طلب مغفرت است، 5 نمود من همه شالی برای شما تعلیم میکنم که چگونه مثال شما طلب مغفرت کنید و از این برادرای عزیز برای ختم وظیفه کنید. ببینید چی پاداشایی داره، امنیت تو را تامین میکنه، ببینید غمها تا به خرسندی مبدل میکنه. دیگر اینکه از همه تشویش و مشکلات و گیره هایی که مثال در کاری تو بسته شده بود همش کشاده می شود و مال و ثروت و رزق تو را میگه از جای میرسانم که حتی در گمانت نیست. برادر عزیز،
دیگر از فضیلت های من برای شما بیان کنم. حضرت انس برادران عزیز حدیثی را میارد جناب امام بیهقی این حدیث آورده است. میگه سمعت رسول الله یقول الله عز وجل، میگه شنیدم که پیغمبر گرامی میگفتند که الله مهربان گفت. چی گفته است؟ گفته است اینی لأهم به اهل الارض عذابا. الله مهربان گفته است اراده میکنم که مردم روی زمین عذاب کنم. یعنی این مردم وقتی از حد که میگذرد الله مهربان قهاری و جباریش ببینین بیدار می شود. یعنی این روی زمین میگه الله کی لایقی عذاب دارن، زیرا در روی عالم بسیار بندگان ناسپاس زیاده. الله مهربان میگه وقتی که اراده میکنم این که عذابشان کنم، مادامی که در روی زمین 3 نفری با سعادتی هستند که اینها صد راه عذاب میشوند، یعنی گویم به خاطر اینها من روی زمین عذاب نمیکنم. برادر عزیز، این 3 نفر نیکبختی که سبب بگیم آرامی ما و آسایشتگی ما و راحتی ما میشوند، اینها کیا هستند؟ گفتن فایزا نظرت الی عمار بیوتی، میبینم که بندگان در روی زمین هستند که دست به تعمیر مسجد میزنند، یعنی مسجدها را آباد میکنند، مبلغاشون را در آبادی مسجد صرف میکنند. مسجد که برادران عزیز ما مردم که همچون بیت الله میگیم، خانه خدا در روی زمین هست، الله مهربان از بینای مسجد، از بینا کننده های مسجد بسیار خوشش میاد و نفری که بگیم پیش راه عذاب الله را از بالای دیگر بندگان میگیرد، 1 نفرش این بینا کننده های مسجد هست. دوم نفرش گفت والمتحابین فیه، کسانی که در دنیا یکدیگر را به خاطر من دوست می‌دارند. برادر عزیز، هر کسی که در دنیا الله را بین یکدیگر را به خاطر الله دوست می‌داشته است، اینها هم از زمره همون بندگان نیکبختی که به خاطر اینها الله مهربان باقی مردم عذاب نمیکنند. سیوم والمستغفرین بالاسحار، سیومش گفت نفرهایی هستند که همیشه طلب مغفرت دارند، یعنی از کلمه استغفار استفاده میبرند، علال خصوص از قسم سحر که امروز میخیزن و بامدادهاشون میخوانن و از پشتی او اگر یکان پاره از قرآن میخوانن و بعدا به طلب مغفرت مشغول میشوند. این 3 نفری هست که برادران عزیز با توفیل اینها، از برکات اینها باقی مردم روی عالم در امن و در امانی هستند. این هم یکی از برادران عزیز فضیلت این کلمه زیبای استغفار هست. دیگر برادران عزیز حدیثی را که جناب ابو هریره میارد، میگد این العبد اذا اذنب ذنبا كانت نکته سوداء في قلبه فإن تاب واستغفر سقل قلبه وإن زادت فذلك قول الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، از سوره مبارکه مطففین.
در بالا حدیث چی آمد؟ گو هرگاهی که بنده گناه میکند یک نکته سیاه در قلب او گذاشته می شود. هرگاهی که اگر گناه را زیاد کرد همون نقطه های زیاد در قلب زیاد می شود. وقتی که دل آدم سیاه شد پیامبر ما گفت این ابعد الناس من الله القلب القاسی، کسی دل سیاه داره او از نگاه رحمت من دوره. ولی هرگاهی که گناه کرد و بعد از آن میگه تاب و استغفر، توبه کرد و طلب مغفرت کرد الله مهربانه، میگه سقل قلبه، باز قلب او را الله مهربان به سبب طلب مغفرتش از همه همون نقطه های سیاه با پاک میکند، خالی میکند. گویم با قلبش جلا میتید، با قلبش به همون اصل اوله خودش بر میگردد. برای همین آیت قرآن آورد که کلا بل ران علی قلوبهم، رانه به معنای زنگ است. الله میگه هرگاهی که شما مبتلای بر اگر گناه شدین دلهاتون زنگ میزند، یعنی دلهاتون که سخت شد، زنگ زد، سیاه شد، بعد ای نظر رحمت الهی دور میشه، دیگر الله به شما ترحم نمیکنه. بعد دیگر در گویم لجام ما را، زمام همه کاری ما را دیگر شیطان میگیرد، یعنی رهبر ما دیگر شیطان میشود. به این خاطر میگه وقتی طلب مغفرت کردین در حال باز اونها را الله مهربان از بالای قلبهای ما و شما دور میگرداند. حضرت حذیفه برادران عزیز که صحابه گرامی بودن پیش رسول الله آمدن، گفتن حضرت من از یک کار زیشتی خودم به سوی شما شکایت آوردم. گفت چی کار زیشت داری؟ گفت کار زیشتم همین است که همین اهل عیال ما حقارت بسیار میکنم. برادرها اصحاب پیغمبر معصوم نبودن، اونا هم گناه میکردن، خطا میکردن. گفتن حضرت همین اهل عیال ما حقارت میکنم، دشنام میکنم، همیشه دلهاشون با همین سخنهای قبیح هم سیاه میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه، گفت و حضرت حذیفه دوام داد که من میدانم که اگر زبانی که حقارت کننده باشد، زبانی که دل نفرهای را آزار میدادگی باشد، این زبان صاحب شد جهنم میبرد. پیغمبر گرامی من چه خیلی خلاص شوم از این فعلشون، از این رفتار بدم. پیغمبر گرامی چی گفتن؟ گفتن که استغفار لازم بگیر، زیرا که من هر روز کمی در کم 70 بار الله را طلب مغفرت میکنم. ببینید برادرای عزیز، ولی ببین از بعض فعلهای زشتی که داریم چگونه توبه کنیم یا چگونه از همون فعل خلاص شیم. پیامبر ببین میگه طلب مغفرت زیاد کن، همون فعل شوم، همون فعل بد از تو دور میشه. برادرای عزیز، هر کدام شما اگر این رفتار زشت داشته باشین، شما با طلب مغفرت مشغول شوین، انشاءالله این از شما دور می شود. یک قصه دیگر از این کتاب میارم. میگه جناب اشرف علی طحانوی رحمت الله علیه، حضرت میگه در یکی از شهرها بودم، میگه و در بیت الخلا در آمدم، یعنی در گویم جای قضای حاجت در آمدم و بیرون دو نفر با هم حرف می زدن. میگه دو کسی از بیرون سخن میکردن، من سخن اونها به گوش من میرسید. جناب اشرف علی طحانوی میگه یکی میگفت که من فلانی را بیش از 100 بار گفتم نماز بخوان اما گوش به حرفم نداد. یعنی چی میگفت؟ اینش و اینش میگفت فلانی را من 100 بار گفتم ای بچه بیا نمازات بخوان، بیا نمازات ترک نکن، لیکن گفت تماما به حرف من گوش نداد و نماز خواندن هم گفت به گردن نگرفت. من هم نصیحت کردن را ترک کردم. دیگه گفت نصیحت کردن را بس کردم، گفتم صدقه این نصیحت من شوی، دیگر مقصد این گپ برای تو حیف است، مقصد ترکش کردم، حوالش را بر خدا کردم. میگه نفر دوم سخن این مرده که گوش میکرد، میگه دومی گو وقتی که او کار بد و گناه رو ترک نکرد،
تو چرا نیکی کردن را ترک کردی؟ بسیار یک گپی با حکمت گفتن برادر عزیز، تا زمانی که او گناه کردن ترک نکرد، تو چرا نصیحت کردن ترک کردی؟ یعنی این کار تو نادرست بود، این حرفی تو نادرسته که دیگر او را صدقه نصیحتی من کند. 100 بار گفتی نشید، 200 بار بگو. یعنی چرا او گناه را ترک نکرد و تو نصیحت ترک کردی؟ برادر عزیز میگه از این سخن بسیار خوشم آمد. اشرف علی میگه بسیار خوشم آمد و از همینجا میگه یک خلاصه برآوردم از حرف همین دو آدم. چی؟ از این سخن میگه این مطلب به قلبم آمد، در ذهنم یک گپی آمد. تا زمانی که گناه از شما دور نشود، شما نیز استغفار را ترک نکنید. الله رحمت کند. اشرف علی بسیار یک گپی زیبا گفتن از گپی این دو آدم در دل من یک سخن زیبا در آمد. تا زمانی که گناه از شما کندن نشود، ببینید چی میگد؟ شما هم میگد استغفر الله را ترک نکنید. برادر عزیز، تا زمانی که یعنی دست از گناه برداشتن نمیتانی، یا گفتی امروزه هر قدمت گناه هست، دست از استغفار نکن. هرگاه آلوده شدی، هرگاه گناه کردی، هرگاه لغزش کردی، حتما این کلمه ها هم هر روز باید چگونه گفتیم سحر و بیگاه از تو گفته شود.